در افغانستان شبکه نوی به بازار مطبوعات الکترونی وارد شد که صرف نظر از کمبود سرمایه و تجربه در شبانه روز 24 ساعت عاید مشکلات زنان خبر و گفتار پیشنهاد می‌کند. از شهر 3% خادمان تلویزیونی زن تیوی رو که ماه می در کابل فعال شد زنان تشکیل می‌دهند. رئیس این شبکه حمید سمر میگوید که او برای تشکیل این شبکه از مشورت مادرش الهام گرفته است. سمر باور دارد که تأثیر شبکه نو فراتر از مرزهای افغانستان خواهد بود. ما از زنان پاکستان، هندوستان و حتی تاجیکستان پیام گرفته ایم. آنها میگویند اگر زنان افغان این کار را کردند پس چرا ما نکنیم؟ در طول حدوداً 3 ماه فعالیت تلویزیون زن فایده مالی به دست نآورده است. بر علاوه افزایش حمله بالای زنان بسیاری از خادمان این شبکه را که طوری گفتیم اکثرا زنانند نگران کرده است. اما این زنان صدقاً می‌خواهند وضع همتاهای خود را دیگر کنند. ستاره حسن که اصلا شهروند دنیا است برای 1 هفته به کابل آمده بود، اما بعد بازدید از تلویزیون زن تصمیم گرفت که در افغانستان میماند. من میخواهم بخشی از این لایحه تاثیر بخش باشم. با فکرم این تلویزیون نیروی بزرگ دارد و تا حال چنین کاری برای زنان افغان اتفاق نیفتاده است. مثل ستاره خادمان دیگر این شبکه مستقر در مرکز تجارتی کابل هم از سرشار از تشبث و اراده هستند. من میخواهم گزارش دهم. میخواهم درباره زنان و فعالیت‌های آنها مطالب مثبت نشر کنم. نمیخواهم درباره امور منفی حرف زنم. تلویزیون زن اساساً درباره مشکلات زنان، تهیه غذا و موضوعهای مهم روز برنامه و گفتارها پیشنهاد میکند. یکی از چالش‌های این تلویزیون پیدا کردن جای پا در بازار تلویزیونی افغانستان است که فعلا در آن 70 شبکه ماهواره‌ای وجود دارد. و سوال این است که آیا بینندگان به مشکل زنان هم به مثل مسائل دیگر توجه خواهند کرد یا نه؟